مولانا محمد شفیع رحمه الله می فرمایند که کل علما با اتفاق دارند که قرآن کریم شفا است از امراض ظاهری و باطنی و امراضی که ما در قلب داریم. اگر ما قرآن تلاوت کنیم، به طور احسن تلاوت بکنیم و متوجه الله شویم، یقین کنین که قلب ما هم شفایاب میشه. کسی آمد نزد نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت اینی اشتکی از صدری، ما از درد سینه و قلب شکایت میکنم، قلب ما درد میکنه، دل ما درد داره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اقرأ القرآن، قرآن کریم قرائت بکو. چرا در دیگه آیه کریمه میگه که شفاء لما فی الصدور، قرآن کریم شفا است برای سینه ها، برای آن چیزی که در سینه ها است که قلب است، دل انسان است. وقتی که ما متوجه شویم قرآن کریم تلاوت بکنیم، یقینا که قلب ما، روح و روان ما پاک میشه، صحتیاب میشه. مشکلی اساسی که ما قرآن هم تلاوت میکنیم و بازم صحتیاب نمیشیم، عقیده درست نداریم. اگر ما با عقیده و اخلاص تلاوت بکنیم، یقین بکنین که شما صحتیاب میشین، مریضای قلبی ما صحتیاب میشه. در حدیث دیگری رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن کریم قرائت بکنین ای مسلمانان، این برای ما و شما است، برای مسلمانان است. اقرأوا القرآن، قرآن کریم قرائت بکنین. فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. این قرآن کریم در روز قیامت می آید شفاعت کننده برای صاحب قرآن، کسی که قاری قرآن است، حافظ قرآن است، عالم قرآن است، تلاوت کننده قرآن است، که شب و روز قرآن تلاوت میکنه، در روز قیامت سفارش میکنه و شفاعت میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم در جای دیگری میفرمایند الصیام والقرآن یشفعان. روزه ماه مبارک رمضان و قرآن کریم هر دو سفارش و شفاعت میکنه در روز قیامت. بار بار ما و شما از علما شنیدیم در روز قیامت، این روزه ای که لله الحمد ما و شما مسلمانان روزه گرفتیم از ترس خدا، نه از ترس بنده، به خاطر خوشنودی الله روزه گرفتیم، خواهشات خود ترک کردیم، اکل و شرب و خوردن و نوشیدن ترک کردیم، خواهشات نفسانی را ترک کردیم، معصیت و گناه را ترک کردیم. در روز قیامت سفارش و شفاعت میکنه. ای الله متعال، این انسان تو وارد جنت بساز، به خاطری که این خواهشات نفسانی خود را به خاطر رضای تو ترک کرد، از خوردن، نوشیدن، از معصیت و گناه دوری کرد. و به همین شکل قرآن کریم شفاعت میکنه که پروردگار این انسان بیخوابی کرد از طرف شب، شبای رمضان، با قیام اللیل، با تهجد و با صلات تراویح و ختم قرآن سپری میکرد. 20 رکعت تراویح میخواند و قرآن کریم در ختم اشتراک میکرد، بیخوابی میکرد. ای الله متعال، ایرا مغفرت بکو و ایرا وارد و داخل جنت بساز. بالاخیر کوتاه و مختصری که الله متعال شفاعتی از یارا میپذیره، فیشفعان. شفاعت صیام و قرآن کریم در حق مسلمان ها پذیرفته میشه، در حق ما و شما هم الله ایرا قبول بکنه ان شاء الله العزیز. ما یقین داریم چون که رسول صلی الله علیه و سلم صادق و مصدوق ذات است، برای ما خبر داده. ما یقین داریم، ایمان داریم که قرآن و روزه برای ما و شما شفاعت میکنه. الله شفاعتی از یارا در حق ما و شما و همه امت مسلمه قبول کنه. و در این ماه مبارک رمضان شبای قدر وجود داره، اگرچه که بعضی شبها تیر شد. ده اخیر عتق من النار است، آزادی از آتش جهنم، و در این شک نیست که ما در ده اخیر قرار داریم. آلی هم ما چانس داریم، آلی هم وقتی است که باید ما گریان بکنیم، با الله راز و نیاز و مناجات بکنیم تا اینکه الله متعال بالای گناهان ما و شما خط بطلان بکشه، ما و شما را مغفرت بکنه. شب قدر در این شک نیست که اگرچه بعضی علما میفرماید هر شب شب قدر است، گر قدرش بدانی. هر شب اگر ما بخیزیم در اخیر شب 2 رکعت یا چند رکعتی که واسه ما میشه، ما تهجد بخونیم و گریان بکنیم، باور کنیم که هر شب شب قدر است. اظهار ندامت و پشیمانی بکنیم از کرده ها و از معصیت خود، هر شب شب قدر است برای ما و شما. لیکن شبی را که الله متعال انتخاب کرده در ماه مبارک رمضان
خصوصا نبی علیه السلام میفرماید در دهه اخیر و علی الخصوص در شبهای طاق که 21 و 23 و 25 و 27 و 29 و اکثر علما و بعضی محدثین میگن شب 27 است که شب 27 هم تیر شد. به هر حال الله متعال واقعا چنان یک شب عظیمه و یک عبادت عظیمه برای ما و شما، برای امت گناهگار و برای امتی که عمرش هم کم است ارزانی فرموده که یک شب عبادت ما بهتر است از عبادت کردن از 1000 ماه دیگر که در او شب قدر نباشه. یک کسی شب قدر پیدا میکنه گویا این که 83 سال کم و بیش عبادت کرده باشه، عبادت مقبوله، او در حالی که عمر ما و شما کم است. و باز ما در یک دوری پر از فتنه قرار داریم، در یک دوری که پر از فتنه است، بخوایم نخواهیم در گناه میافتیم، بخوایم نخواهیم در یک طرف ما در گناه مواجه میشیم. پس تلاش بکنیم که شبای مابقیه که باقی مانده ایره هم با گریان و با نیایوش و با تضرع و عاجزی ایره سپری بکنیم تا اینکه الله متعال از ما و شما راضی شود و الله متعال گناهان ما و شما را مغفرت کنه. ما برای امت مسلمه هم باید دعا بکنیم که الله متعال امت مسلمه و مظلومه از شر کفار و از شر اسرائیل و یهود و نصاران نجات بده. و در این شب قدر واقعا که جبریل امین با یک وفد عظیم از آسمان به زمین می آید، با یک وفد عظیم برای هر او کسی که او تلاوت میکنه، او ذکر و اذکار میکنه، اونا نیایش میکنه و تلاوت میکنه، برای از وا سلام میته. فاذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة معه لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله 600 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر. خلاصه و مختصر این حدیث دراز است. وقتی که شب قدر میشه پروردگار جبریل امینه امر میکنه و دستور میده با یک جمع غفیر و عظیم و کثیر از فرشته های مقرب اینا پایین میشن و یک لیوا و بیرق و پرچمی داره که ایره بالای کعبه و بیت الله ایره نصب میکنه و جبریل امین در این وقت میگه 600 بال میداشته باشه و 2 بالی از ایره هموار نمیکنه مگر در شب قدر که در این شب این 2 بال وقتی که باز میکنه فیجاوزان المشرق والمغرب تمام مشرق و مغرب احاطه میکنه این 2 بال جبریل امین. و یبث جبریل الملائکه فی هذه الامه فیسلمون على كل قائم و قاعد. روان میکنه جبریل امین فرشته ها را در شب قدر، در شبهای قدر، شبهای طاق، اینا سلام میتن برای هر مسلمان، برای هر او مسلمانی که قائم است، در نماز استاد است، در قیام اللیل و تهجد استاد است، یا این که نشسته است و ذکر و اذکار میکنه و تلاوت میکنه، به هر یکی از یا سلام میته. على كل قائم و قاعد و مسل و ذاکر و یصافحونهم و مصافحه میکنه با اینها. البته انسان درک نمیکنه و مصافحه را و آمین میگویند به دعای مسلمان ها، امی فرشته های مقرب. وقتی که مسلمان در شب قدر دعا میکنه، گریان میکنه، الله متعال فرشته ها را روان کرده، فرشته آمین میگه. وقتی که فرشته و ملک آمین بگه در این شک نیست که الله دعای مسلمان قبول میگردانه تا به صبح صادقه، تا به وقتی که فجر طلوع میکنه. شما ببینید یک افتخار عظیم است برای امت مسلمه، برای ما و شما که الله توفیق بده ما این شبا را با عبادت و با تلاوت و با ذکر و اذکار کم از کم حد اقل 2 حصه از ایره یا 1 حصه از ایره با ذکر و اذکار و تلاوت سپاری بکنیم. الله همه ما شما را توفیق بده. میگه فاذا طلع الفجر نادى جبريل یا معشر الملائکه الرحیل الرحیل. وقتی که صبح صادق میدمه جبریل امین صدا میکنه که بیاین که بخیر میرویم. فرشته ها میگن یا جبریل ما صنع الله فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی الله علیه و سلم. ای جبریل امین، الله متعال در حق رفع حوائج و مشکلات امت محمد صلی الله علیه و سلم چی فیصله کردن؟ اول این فیصله را بگین برای ما، باز ما میرویم. جبریل امین می فرماید
فيقول إن الله عز وجل نظر إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم. الله متعال در شب مبارکه به نظر رحمت نظر کرد برای امت محمد صلی الله علیه و سلم و اینا را مغفرت کرد، عفو کرد و درگذر شد. این جای نیکبختی است برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. الله متعال ما شما را امتی واقعی بگردانه که به سنت نبی علیه السلام عمل بکنیم، صورت و سیرت خدا به سنت برابر کنیم، ظاهر و باطن خدا باید به سنت برابر بکنیم. ضرورت به امر بالمعروف نشوه هر یکی ما خودمان آمر بالمعروف شویم، چون که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. ما پیش روی خود قرآن عظیم داریم، ما احادیث رسول صلی الله علیه و سلم داریم، ایرا مطالعه بکنیم، خودمان عمل بکنیم. ضرورت به امر بالمعروف نشوه، بلکه خودی ما آمرین بالمعروف شویم، دیگران را امر بالمعروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. ما امت دعوت هستیم، هر یکی ما و شما یه حق داریم که دیگران را دعوت بکنیم به معروف و ازاله منکر بکنیم، از منکرات دور بسازیم از مسلمانها، خیرخواه باشیم برای امت مسلمه، برای برادر مسلمان خود، به زن و فرزند و اولاد خود خیرخواه باشیم که حجاب شما مراعات بکنین، شما تلاوت کنین، شما نماز بخوانین، شما دروغ نگوین، حرام نخورین. هر یکی ما و شما باید مذاکره داشته باشیم به همراه رفیق خود در دفتر خود یا در موتر هستیم و غیره، هر یکمان باید داعی باشیم. پس با برکت شب قدر الله متعال همه مؤمنین امت رسول صلی الله علیه و سلم معاف میکنن مگر چند طبقه مردم. پس حرکت باد برای او طبقه ای که الله اونا را مغفرت نمیکنه. الله ما شما را از وان نجات بده. یکی اونا مدمن الخمر است، یک کسی شرابی است که همیشه شراب می نوشه، الله او را مغفرت نمیکنه. در این شب شراب می نوشه، اگرچه نمازم بخونه فلا باسه، این مدمن الخمر است، این همیشه شراب می نوشه، الله ای را مغفرت نمیکنه. و دوم عاق لوالدیه، کسی که پدر و مادرش از اون ناراض باشه، الله متعال در شب قدر او را مغفرت نمیکنه. عالم وقت است کسایی که پدر و مادر ناراض کرد، از امیالی باید تصمیم بگیره و خود در پای پدر و مادر باندازه به هر شکلی که میشه پدر و مادر خود باید راضی بسازه. مدمن الخمر کسی که همیشه شراب می نوشه و کسی که پدر و مادرش از اون ناراض است. و سوم کسی که قطع صله رحمی میکنه، با همراه خویشاوندان خود تعلقات و روابط خود قطع میکنه، با همراه برادر و پدر و خواهر و غیره، کاکا و بچه کاکا و غیره خویشاوندان خود قطع صله رحمی میکنه، اینا را مغفرت نمیکنه. الله متعال توفیق بده برای ما و شما که ما صله رحمی بکنیم، ما خود نرم بکنیم، به همراه خویشاوندان خود از نزدیک ببینیم، اونا را اگر مشکل و شرف کرده میتونیم مشکل و شرف بکنیم، خود قطع صله رحمی نکنه. هیچ کس الله متعال رحم بکنه برای ما شما که در این مدمن الخمر، در این عاق والدین و همچنان در این قاطع صله رحم داخل نشویم. و همچنان و مشاحن، و او کسی که بسیار شدید دشمنی میکنه به همراه یک مسلمان، سخت دشمنی داره به لحاظ حسد و کینه و بغض، و با مسلمان نباید مسلمان دشمنی بکنه. این کینه و حسد دور بگذاریم، این دنیا هم میمانه و ما میرویم بالاخره. اگر ما قدرت داریم، منصب داریم، هر چی میمانه و ما میرویم. و در اونجا عواما میگن که واگور تناگور، باز دو قبر یگانه چیزی که به درد ما میخوره عمل صالح است، عمل نیک است، دیگر قدرت و منصب و چوکی به درد نمیخوره. البته او قدرت و منصب و چوکی که ما دو عدل کرده باشیم، انصاف کرده باشیم، واقعا که عدالت در نظر گرفته باشیم، این خودش عبادت است. الله متعال ما و شما را توفیق بده که به شکل عبادت این نظام پیش ببریم. حکومت داری را به این عنوان حکومت داری نکنیم که ما مقتدر هستیم، امروز هر چی که خواستیم میکنیم. نه، خلفا رفتن، نام نیکو از وامان، دیگر ابرقدرت ها رفتن، ما هم میرویم. الله متعال برای ما و شما توفیق بده که به ما تحت خود عدل و انصاف داشته باشیم، اونا را در آغوش خود بگیریم، از هر سمت و لسان و قومی که است برادر مسلمان ماست، امراش خوبی بکنیم و مطابق استعداد و مطابق ام و فهم و درکش برش یک جای بودیم و اونا را الله توفیق بده که به این نظام اسلامی خدمت بکنن، به رضای الله خدمت بکنیم. وظیفه یک مسئولیت است در نزد الله، امتیاز نیست. الله متعال همه ما و شما را
عمرای ما و شما را، امیر المؤمنین حفظه الله را، وزرای ما را، تمام عمرای ما را و تمام پرسنلی که در این نظام کار میکنه الله توفیق نصیب کنه که ما عدل و انصاف بکنیم. الله متعال عمرای ما را استقامت در دین برشان نصیب بگردانه. الله وارا حفاظت بکنه. الله متعال این نظام اسلامی ما شما را دائم و قایم داشته باشه و مشکلاتی که فراراهی ازی است الله متعال و مشکلات حل و فصل بسازه. دعا میکنیم دیگر وقت نمیگیریم. الحمدلله رب العالمین.